نه اوکی. خب شما خود حواست باشه. خب مبحث مهمیه، بحث سته ضروریه. ست زبان عرب یعنی 6، ضروریه یعنی واجب، یعنی مهم. سته ضروریه به تعریف من یعنی 6 عمل واجب یا 6 نکته مهم برای زندگی سالم. زندگی سالم این نیست که حالا ما یک کاهویی تو باغچه خودمون کاشتیم، خودمون برداشت میکنیم، بدون سم و کود استفاده میکنیم. یه خیاری کاشتیم خودمون داریم استفاده میکنیم. یه خلاصه یه مرغی داریم یا قازی داریم خودمون پرورش میدیم. درسته. اینکه این قاز، این حیوان، این مرغ، این خروس یا این سبزیجاتی که ما ازش استفاده میکنیم چطور استفاده میشه، کی استفاده میشه، خوراکشون چیه. یه سری چیزا هست فقط به غذا نیست که ما چی میخوریم. یکی ساعت 10 شب میخوابه، یکی ساعت 2 صبح میخوابه، یکی تا صبح بیداره، نماز میخونه، دعا میخونه، راز و نیاز میکنه. زندگی هم همیشه همش راز و نیاز نیست. درسته اومدیم تو این دنیا، علت اومدن تو این دنیا بندگی خدا، ولی خب خدا خیلی چیزای دیگه هم قرار داده برای زندگی کردن. اگه این 6 اصل رو رعایت بکنیم قطعاً شرایط خوبی تو زندگی برای ما واسه سلامتی و خیلی چیزای دیگه به وجود میاد. حالا این نکاتی که میخوام بگم شاید یه مقدار ذهن شما رو میخوام بازتر کنم نسبت به این موضوع. دیدین یکی که خود فوت میکنه، یکی از اعضای خانواده، بعضیا غش میکنن، بعضیا بیحال میشن، بعضیا تا چند ماه بیتابی میکنن، ولی بعضیا خودشون رو زود جمع میکنن. این چیه؟ این سنگدلی نیست که خودشون رو زود جمع میکنن، یه حکمتی هست. بعضیا یه خودکاری گم میکنن، همه چی رو به هم میزنن، یه موبایلشون میشکنه، صفحه کلاس میشکنه، زمین زمان به هم میزنن، یه سگشون میمیره، گربهشون از بین میره. نمیتونن تحمل داشته باشن این اتفاقات روزمرگی ها رو و این عدم تحمل یه علتی داره. اون بیخیالی و اون بی‌حوصلگی و خیلی چیزای دیگه نمیتونه باشه. یا طرف بیخیال، حالا موبایل شکست، نه یکی دیگه، نه اینطوری، همیشه اینطوری نیست. بعضیا شاید این اخلاق داشته باشن ولی همیشه به این شکل نیست. اینکه بعضیا نسبت به سختی ها مقاوم ترن، بعضیا نسبت به سختی ها یا ناملایمات زندگی یه مقداری زود از کوره در میرن و زود آسیب میبینن. چی باعث میشه آدم ها قوی میشن؟ چی باعث میشه توان آدم ها کم میشه یا توان آدم ها زیاد میشه؟ آدم ها همه که مثل هم نیستن. من به تعبیر خودم میگم این 6 اصلی که میخوام تعریف کنم براتون خیلی تاثیر میذاره تو بحث کیفی زندگی، اخلاقیات و خیلی چیزای دیگه. اگه این 6 اصل رو واقعا رعایت بکنیم میبینی که خیلی اتفاقات خوبی به وجود میاد. قبلا هم پیشنهاد داده بودم به یه چون میرفتم مدارس پایه اول دبیرستان بود، میرفتم اونجا تو مدارس برای خانواده، برای مربیان این موضوع حالا تو فرصت خیلی کم تعریف میکردم و به رئیس آموزش پرورش وقت اون زمان پیشنهاد دادم که این مطالب رو من خودم می‌نویسم، بعد اینو چاپش میکنم به تعداد نفرات دانش آموزان، من به همشون مجانا از طرف خودم میدم، که متاسفانه از اون سال بعد دیگه من دعوت نکردم، دیگه اجازه ندادم من برم تو مدارس صحبت کنم. کلا ریچی شدم دیگه، من همه سال میرفتم، از اون سال به بعد دیگه اجازه ندادم من برم. خب سته ضروریه.
زندگی سالم. خب 6 اصل چیه؟ اولی چیه؟ اولین چیزی که ما به عنوان یک انسان، یک موجود زنده بهش نیاز داریم چی هست؟ نه، آرامش بعد اون 6 اصله. چیه؟ الان شما چطور باید زنده بمونید؟ اولی هوا. اولی هواست. چرا هوا اینقدر مهمه؟ مگه هوا چی کار میکنه با ما؟ هوا نباشه چی میشه؟ حالا اگه هست چطور بایستی باشه؟ چرا اینقدر این هوا مهمه؟ چرا؟ هوا ارتباط مستقیمی با سیستم تنفسی داره. سیستم تنفسی، ما 2 تا دستگاه دمزن داریم. دمزن یک، بهش میگیم همون دمزن. یه دمزن یک چیه؟ شوشوریه. سیستم تنفسی، دم و بازدم ما شوشوری است. حالا اگه هوا آلوده باشه، هوا دود سیگار باشه، دود ماده مخدر باشه، چه اتفاقی برای این به وجود میاد؟ آسیب میبینی یا نه؟ هوا سرب داشته باشه، هوا آلودگی شرایط صنعتی داشته باشه، چه اتفاقی برای این دوتا به وجود میاد؟ شما اون چیزی که معلق در هواسته که نمیبینی. یه سری دستگاه ها دارن سنجش که میزان آلودگی هوا رو میسنجه. اونها نشون میده وقتی که یه بچه، یه خردسال تو این هوای آلوده تنفس میکنه چه عوارضی برای شوشوریش داره. این دستگاه دمزن یکه، یعنی عامل تنفسه. ما یه دستگاه دمزن دیگه هم داریم. اون چیه؟ معده، طحال، کبد. معده مگه جزء دستگاه دمزنه؟ دیدین آدمی که میخوابه نفس میکشه شکمش میاد بالا میره پایین. این اکسیژن تا کجا میره؟ تا معدهش میره. این دم و بازدم چیه؟ فقط تو شوشوریه نیست. طرف میخوابه اکسیژن میره توی معده، میره توی سمت کبد، میره سمت طحال. در هر صورت این هوای آلوده میتونه به این اعضا آسیب بزنه. چون کسی که زخم معده داره میتونه تو سیستم تنفسی دچار مشکل بشه. کسی که ورم کبد داره دچار مشکل تنفسی میشه. کسی که مخصوصا ورم طحال داشته باشه دهنشون رو باز میکنن ولی نمیتونن خوب تنفس کنن. دم و بازدم خوب صورت نمیگیره، مخصوصا تو دخترای 15 16 سال 17 سال نفسشون بند میاد. در پنجره باز میکنه هوا میاد ولی نمیتونه. چرا؟ چون حجم طحال بیشتره. به خاطر چی؟ چون طحال، معده و کبد هم جزء دستگاه دمزنن. قانون طب حرف من نیست. خب پس اینجا یه هوای سالم 5 عضو درگیر میکنه. هوای آلوده هم همچنین. محیط اطرافتون سیگاری هست، ماده مخدره هست، محیط اطرافتون آلودگی هوایی داره، مناطق صنعتی زندگی میکنین، شهرهای صنعتی زندگی میکنین، در هر صورت با این سیستم تنفسی دچار مشکل میشه. خب فقط همینه؟ فقط همین نیست. ما یه عضو دیگه ای داریم به نام مغز. اگه بهش اکسیژن نرسه چی میشه؟ مرگ مغزی. اونه که غرق میشن مرگ مغزی میشن، اکسیژن به مغز نمیرسه. یعنی این هوا اول وارد میره تو مغز. یعنی مغز شما مستقیم با هوا ارتباط داره. هوا اگه ناسالم باشه پس میتونه این آلودگی به مغزم سرایت کنه. یعنی الان شد چند تا عضو؟ 6 تا. یه عضو دیگه هم داریم که اگه هوا آلوده باشه بهش آسیب میزنه. اون چیه؟ مستقیم با اکسیژن زنده است، مستقیم با هوا زنده است. یا خون، هوا. توی خون هم اکسیژن وجود داره. این ضربان قلب با همون هواه تنظیم میشه.
درست خون میره سمتش، تو خونم اکسیژن هست. شش مثل یک دریایی میمونه که موج میاد در ساحل برمیگرده، از این سمت اکسیژن میاد، از این طرف خون بهش ازش اکسیژن میگیره، دوباره برمیگرده، تو چرخه خونی قرار میگیره. اون خونی که با اکسیژن هوا ارتباط داره. پس یه هوای آلوده میبینین که با همه این اعضا، و جالب این که 3 تا عضو رئیسه ما اینجاست: مغز، قلب، کبد. یعنی هوا مستقیم با این 3 عضو رئیسه در ارتباط. ولی کسانی که تو تهران زندگی میکنن، شهر عراق زندگی میکنن، شهر آلوده کشور یا هر جای دنیا فرق نمیکنه، زندگی میکنن دچار مشکل میشن. بچه تو اتاقه، نوزاده، آقا داره سیگار میکشه، خانم داره سیگار میکشه، میگه ما در باز پنجره دود میره بیرون، ولی این بو بچه رو اذیت میکنه. این فقط بو نیست، شاید یه وقتی بچه حس بویایی نداشته باشه یا حس بویایی ضعیف باشه، ولی اون آلودگی رو به وجود میاره. ماشین رو روشن کرده تو پارکینگ، در پارکینگ باز، در خونه رو باز کرده، اون دود ماشین داره میاد بالا، شاید بو نداشته باشه ولی حال بچه رو بد میکنه، آدمو پرخاشگر میکنه، آدمو عصبی میکنه. چرا؟ چون سیستم مغزی در تحت فشاره، مشکلات گوارش به وجود میاد. میگم سیگار مشکلی به وجود نمیاره، قلیون مشکلی به وجود نمیاره. چرا مشکل به وجود نمیاره؟ مگه تو سوای از شوشوریه رو معده آسیب میزنه، حجم تحول بیشتر میکنه، رو کبد. این شده نظام غذاییه، یعنی نظام غذایی داره آسیب میزنه. حالا بماند مشکلات دیگه هم بماند، قطعا رو همه اینها تاثیر میذاره. برای اینکه اولین مرحله از 6 اصل زندگی سالم رو درست طی کنیم، نیازه که هوامون رو تصفیه کنیم. شما صبح، اول صبح برین سمت جنگل، برین سمت مناطقی که آلودگی نداره، ببین چقدر انرژی میگیره مغز. شما صبح، اول صبح برین داخل یک گاراژی که دود و سر و صدا و نمیدونم آلودگی هوا باشه، اون وقت ببین چه حالی به شما دست میده، تا غروب چه اتفاقی براتون رخ میده. این بخش هوا خیلی مهمه، درسته؟ چون یه نعمتی هست که خدا داده و کسی قدرش نمیدونه. یه هواست دیگه. طرف تو پیاده رو جلو افتاده سیگار میکشه، یه لشکر پشت سرشه، تمام اون افراد دارن از دود این آقا استفاده میکنن و این آسیب میزنه، به شدت آسیب میزنه. شاید برای ماها که احساس نکنیم، ولی کسی که مشکل تنفسی داشته باشه سریع آسیب میزنه. ولی به مرور زمان تو سنهای بالا میبینین که اثرگذار، رو خلق و خو هم اثر میذاره. این اولی اصل سته ضروریه. دومین اصل، این اصل اول بود. اصل دوم نمیدونین چیه؟ خواب و بیداری. خواب و بیداری خیلی مهمه. خیلی میگن حالا یه خواب دیگه خب روز 8 ساعت میخوابه، روز میخوابه، شب میخوابه، خب خیلی مهم نیست. ولی خیلی مهمه مبحث خواب. ما چند مدل خواب داریم. یکی خواب شبه که هممون داریم اکثرا، یکی خواب ظهره، خواب بعد از ظهره، یکی خواب صبح. هر کسی یه جوری میخوابه. بهترین زمان برای خواب کیه؟ اینکه چه ساعتی باشه مهمه. همه شب میخوابن، 11 12، یک شب 2 شب خلاصه میخوابن. بعضی نماز بیدار میشن، بعضی بیدار نمیشن، بعضی بعد از نماز میخوابن تا 8 9 صبح، بعد میرن سر کار. خواب تو زمانش مهمه. اصل خواب برای چیه؟ برای چی ما میخوابیم؟ که خواب بخوابیم که چی بشه؟ و ساعت خواب برای هر نفر چقدر باید بشه؟ این که ما میخوابیم که مغز ما شارژ بشه، مغز ما توانایی انجام دادن اون کارو داشته باشه. شما نمیتونی یه سر از موبایل استفاده بکنی و به شارژ هم وصل بشه، نمیشه.
بایستی برشتون بزنیم به شارژ. مغز نمیشه هم تو خواب باشه هم ازش استفاده بکنیم، مثل موبایل. مغز نیاز به آرامش داره. بهترین زمان برای یه مغز استراحت بکنه چه زمانی بود؟ توی مبحث قبلی گفتم تایم شب. چون تایم شب برای مغز نقش زمستون رو داره. چرا خرس‌ها بعضی از حیوانات خواب زمستونی دارن؟ چون بایستی بخوابن تو اون تایم. یه دلیل، یه حکمتی وجود داره. مغز هم همینه. مغز انسان بایستی شب بخوابه. شب بایستی حالت استراحت بهش دست بده. چون روز نمیتونه مغز استراحت بکنه. طبیعت چرا اینطوریه؟ چون روز ذاتش گرمه. مغز توی روز که تایم روزه، هرچند زمستون هم باشه، نمیتونه احساس آرامش بکنه. بایستی سر ساعت خودش باشه. یه سری چیزا انسان به اون طبیعت وابسته است. یه کششی وجود داره تو طبیعت. این شب و روز بودن، انسان به اون میگه نه من روز میخوابم، شب مشکل نداره، شب و بیدار میمونم. خب شما دیدین ماه دریایی به اون عظمت رو جابجا میکنه؟ جزر و مد رو دیدین دیگه؟ بفهم. جزر و مد رو دیدین دیگه؟ این جزر و مد چیکار میکنه؟ جزر و مد، این ماه دریایی به این عظمت رو چند متر جابجا میکنه. بدن انسان هم همینه، رطوبتی داره و این رطوبت، یعنی میخوام بگم عوامل محیطی رو بدن انسان هم اثر میذاره. همون جزر و مد رو بدن انسان که 2/3 آب هم اثر میذاره. پس عوامل محیطی میتونه رو بدن ما اثر بذاره، مخصوصا شب یا روز بودن. خواب، بهترین زمان برای خواب شبه و 2 ساعت 2.5 ساعت یا نهایت 3 ساعت بعد از اذان مغربه. درستش به این شکله. بله، بهترین زمان برای خواب اون زمانه. 1 ساعت 1.5 ساعت هم قبل از اذان بیدار موندن بهترین زمانه. شما خوابتون هم میتونه درست باشه. خیلی ها میذارن حالا تابستونه، ساعت 8:30 اذانه، میگیم حالا ساعت 11 بخوابین، ایرادی نداره، ساعت 10 بخوابین. ولی الان که زمستونه شما نمیتونین این تایم ساعت 5:30 اذانه و بخواین ساعت 10-11 شب بخوابین. اصلا زمان خوبی برای خواب نیست. نه بابا اختیار داره. خب بهترین زمان برای خواب کیه؟ خواب شبه. ساعت ما میگیم 2 ساعت بعد از غروب آفتاب در تابستان. حالا 2.5 ساعت یا 3 ساعت بعد از غروب آفتاب در زمستان. چون تایم شب و روز فرق میکنه دیگه. شب تو زمستون بلندتره. خواب بعد از نماز صبح، کار با مسائل دینی و اعتقادی مسائل ما نداریم، اینا سر جاش هست. از لحاظ طبی، از لحاظ علمی میخوایم حرف بزنیم. بهترین زمان برای خواب سر شبه. بهترین زمان برای بیداری 1 ساعت قبل از اذانه، سحره. چون خیلی از سکته ها و خیلی از اتفاقاتی که برای انسان به وجود میاد همون دیگه قبل اذانه. چون سرما به اوج میرسه، سکون بدن به اوج میرسه، گردش خون به کمترین حالت میرسه. به خاطر همینه کسی زمینه سکته داشته باشه، غلیظت بیش از حد خون داشته باشه، در هر صورت خون به حالت انجماد میرسه. یعنی بعد اذان صبح بعد از اذان صبح خواب یک خواب بیشتر نامفید خواهد بود. درسته؟ نامفیده. حالا یه وقتی شب طرف دیر خوابیده ایرادی نیست، ولی اینکه بخواد بعد از نماز صبح یا صبح ساعت 7-8 بخواد بخوابه تا 10، اون میشد گفت که خواب خوبی نیست. یا از روی تنبلیه، یا عادت شده براش، یا حس رفتن سر کار رو نداره، یه چنین چیزیه، یا برنامه ای نداره و الا خواب نیست.
شما بخواه با اون آرامش بگیرین، آرامشی در مغز به وجود نمیاد. مثلا من موقع از آن همیشه بیدارم، دقیقا مثلا 40 دقیقه قبل از آن بیدارم، بعد دیگه مثلا ساعت 6 و نیم انگار اون خمیازه زیادی که مثلا میکشم اینا مثلا من رو وادار میکنه یک ساعت هم شده انگار بخوابم. باران شده به موقعشم از اون خواب لذت هم نبردم، اما همینقدر انگار خوابیدم شاید در طول روز دیگه اون خمیازه نباشه. حالا میگم بعضی استثناست. دلم میخواد نخوابم، اما فکر میکنم اگه در طول روز مثلا مشغول کاری سر کار باشم انقدر این بازار درنده میشه، کسل آور. حالا ایرادی نیست اگه اون تایم خواب رو زودتر ببرین دیگه اون کسلی ها زودتر باشه، مطمئنا اون کسلی دیگه در اون تایم نیست. حالا مغز شما اون میزان استراحتی که واسه کرده باشه اون میزان استراحت براش نیومده. خواب ظهر، خواب قیلوله که خیلی هم معروفه، خواب صفراست. صفرا تند و تیزه، بعد خوابش کمه، بعد اون تایم ظهر 1 رو 20 دقیقه آدم میخوابه سرحال میشه، یعنی سرزنده میشه، اون سر ظهر که آدم دلش میخواد بخوابه. خواب بعد از ظهر چون تایم عصر و تایم سوداست، خواب بسیار بدیه، سودا رو زیاد میکنه، افزایش سودا و مشکلاتی که وسواس و خیلی چیزای دیگه براشون به وجود میاد. باعث عادت بشه که بچه‌ها بعد از ظهر نخوابن. خواب دم غروب هم خوب نیست قبل از آن، خواب بلغمه که کامل نشده و این مشکل رو بین سودا و بلغمه اصلا پیشنهاد نمی‌کنیم که اون تایم خوبی برای خواب باشه. آدم اگر 10 شب بیدار بمونه، ببخشید 1 شب بیدار بمونه ولی 10 روز پشت سر هم روزا بخوابه، خواب نمیتونه اون خواب 1 شب نخوابیده شبو جبران بکنه. تمام ورزشکارا، فوتبالیستا، رشته رزمی، کشتی یا هر ورزشکاری که داره حرفه‌ای کار میکنه، اگه تایم خوابش درست نباشه نمیتونه فردا مسابقه بده. شاگردای خودم رو میبردم برای مسابقات، ساعت 9 9:30 اگه خواب بودن که خواب بودن، اگه نبودن فردا اسمشون تو لیست قرار نمیدادم. چرا؟ به خاطر اینکه شب ایشون نمیخوابه و روز مغز فرمان نمیده، اگه فرمان بده دیر فرمان میده. پیش اومده شاگردامو برای مسابقات که بردم و چون زود خوابیدن با حریف خیلی قدرتر از خودشون مبارزه میافتادن. فردا ساعت 9 صبح 10 صبح اون حریفش تا ساعت 2 صبح 3 صبح بیدار بوده، تا 4 صبح بیدار بوده، 4 خوابیده تا 8 9 صبح، بعد اومده برای مسابقه. حریف میخواد اون ضربه رو بزنه ولی مغز خوب فرمان نمیده. شاگرد من چون زود خوابیده مغزش زودتر فرمان میده. توی یه فیلمی هست که ایران توی جام جهانی مسابقه داره، میخواد مسابقه بده. قبل از بازی ایران و پرتغال، آقای رونالدو فوتبالیست معروف، همه ایرانی رفتن دم هتل سر صدا رو انداختن که این نخوابه. از پشت پنجره اومد بیرون، چون ایرانی شیپور میزدن، میگه برین این تایم خواب منه که من بخوابم. فرداش آقای رونالدو توی زمین بازی هیچ کاری ندونست بکنه. چرا؟ چون تا 2 صبح ایرانی انقدر بوق زدن، انقدر شیپور زدن، نذاشتن این بنده خدا بخوابه و کلافه بود. روز اومده بود داخل زمین، نزد بود کارت قرمز هم بگیره، داور بهش ارفاق کرد، فقط بهش یه کارت زرد داد. کلافه بود، گل هم نزد، بازی خوبی هم براش به وجود نیومد. چرا؟ چون خواب شب خواب خوبی براش نبوده. واسه همین خواب شب خیلی مهمه. نمیشد اینو سرسری گرفت، جدی نگرفت و بگیم که حالا خواب دیگه روز و شب فرقی نمیکنه. پیش اومد برای خودم یه سفری از کربلا می اومدم، 4 نفر تو ماشینم، راننده خودم بودم، 4 شبانه روز من نخوابیدم. روز 5 بود، ساعت 11 خوردی از مرز مهران اومدیم این سمت. وقتی وارد جاده شدم، اونها بنده خدا سریع خوابیدن. وارد جاده شدم دیدم که میرم تو خط سبقت، کامیون اتوبوس از جلوم داره میاد ولی نمیتونم برم تو لاین خودم، یعنی توان اینو نداشتم. سرحال بودم، کاملا سرحال بودم، انرژی داشتم، قوت داشتم که فقط با سرعت بیام تا ساری. ولی هر کاری میکردم که فرمان بگیرم برم توی لاین خودم، ترسیدم. گفتم 3-4 نفر دیگه تو ماشینن، بنده خدا، اما اولین بار همراه من اومدن، اینا نکنه اینا آسیب ببینن. گفتم نکنه من نخوابیدم، میل به خواب نداشتم.
بعد از 4 شبون میل به خواب نداشتم. ساعت 12 زدم کنار، خودم به زور خوابوندم، ولی خوابیدم. ساعت 2 بیدار شدم، حرکت کردم اومدم تو جاده، دیدم نه، جبران نشد. یه 7-8 دقیقه رانندگی کردم، دیدم نمیتونم باز فرمان بدم. یعنی دلم میخواد برم خط سبقت برگردم، ولی ماشین به من نزدیک میشه، به زور خودمو میکشونم این سمت. یعنی دست قوت اینو نداشت، چون مغز فرمان نمیداد که برگرد تو لاینه. 2 ساعت دیگه خوابیدم، دیدم که آره، تا 4 و 8 دقیقه خوابیدم، حرکت کردم، دیدم که آره الان راحت میتونم. این مغز فرمان میده بعد از 4 روز. این خواب و بیداری به خاطر همینجاست. خیلی از کارخونه‌ها میخوان بهره‌وری کارشون بالا بره، کارگرای شیفت شب از لحاظ بهره‌وری 1/5 کارگر روزن. یعنی اصلا زمان خوبی برای کار کشیدن از کارگرها تو شیفت شب نیست، مگر اینکه این بنده خدا یه جوری برنامه‌ریزی بکنن که تا مدت‌ها اینطوری نباشن. مثلا طرف 10 روز پشت سرم شیفت شبه، و قطعاً بهره‌وریش میاد. این فقط 1 بار میتونه در هفته مثلا شیفت شب وایسه. نمیشه همه یه هفته پشت سرم هر شب بخواد بیدار بشه. بعضی افراد رو خودشون بفهمیم، مثلا من آدم صبح، اما مثلا دخترم اصلا آدم صبح نیست، آدم شبیه. یعنی مثلا تا به ساعت 10 شب باشه انگار مثلا فول انرژی به چیزی تزریق کردن، تازه اصلا سرحالشه. هرچند این مدتی مثلا خودش عادت داد شب بخوابه، دوباره انگار من وقتی که مثلا شب بیدار میمونم، درس میکنم یا به هر دلیلی، موقع تمرکزم بهتره. و همیشه من از این خودش هم میدونه که به خاطر شب نخوابیدن ها چقدر مشکلات هم سرش میاد. میگه من انرژی من زیاده. اینجور آدم ها چیکار باید بکنن؟ تایم بدنش به هم خورده. این نیست که حالا درسته شب اون انرژیش بیشتر هست، برای ایشون اینطوریه، یا مزاجش گرمه که تو شب که میشه حالت تعادل به وجود میاد براش، و این برمیگرده به هم مزاج، تعیین مزاج سرفراز شب احساس آرامش بیشتری میکنه. ولی قرار نیست که شب حتما اون کار انجام بده. اون شب گذاشتم برای استراحت. اینا دوباره همین برنامه رو ادامه میده، شب کار میکنه، روز دوباره خسته است، دوباره شب سرحال میشه، دوباره تایم بیدار میمونه، باز فردا خسته است. حالا که شب انرژی داره، شب سرحال، شبو بخوابه، خوابش نمیبره، شبو بخوابه، عادت نکرده، شبو بخوابه که فردا صبحش وقت فول انرژی میشه، چون عادت نکرده، به هم خورده تایمش. و اصلا نمیتونه شب زمان خوبی برای مطالعه و درس خوندن این مسائل بشه، چون یادگیری ضعیفه. مغز باید اون تایم استراحت کنه. شما نمیتونین هم استراحت بکنین هم ازش کار بکشین. بانک مرکزی هم باشه، سرور اصلی تا 12 تا 12 مشغول کارن، این خودشون میخواد حالت استنبای میرن که بتونن اون پردازش روز رو جمع کنن. انگار داریم از یه چیزی به زور کار میکشه. آره، یه جایی این ارور میده، نمیتونه بایستی شب استراحت بشه. بچه‌هایی که شب استراحت نکنن رشد نمیکنن، قدی رشد نمیکنن. بچه‌ای که شب استراحت نکنه مغزی رشد نمیکنه. آدمی که شب نخوابه هیچ وقت نمیتونه حرفه‌ای عمل بکنه. کسی که شب نخوابه نمیتونه ورزشکار حرفه‌ای باشه. کسی که میخواد لاغر بشه بایستی شب زود بخوابه. طرف نمیتونه تا 2 صبح بیدار بشه بعد انتظار داشته باشه که فردا لاغر بشه. یعنی تو بحث چاقی و لاغری مثلا میذاره، چون ترشح از اینجاست. مغزی که فرمان میده. قلب کار میکنه، مغز، قلب، کبد کار میکنه، تک تک اعضا کار میکنن. فرمان از کجاست؟ مغزه. کسی که بوکس کار میکنه مشت میزنه، کی فرمان میده؟ مغزی که فرمان میده از چه زاویه بزن. فوتبالیست با پا شوت میزنه، کجا فرمان میده؟ مغزی که فرمان میده چطور شوت بزن. به خاطر همین این تفاوته. کسی که میخواد حرفه‌ای باشه تو هر شغلی، تا هر کاری باید حرفه‌ای عمل بکنه، ورزش، کار، درس یا هر چیزی دیگه، حتما باید خواب شبش خوب باشه. بخواد لاغر بشه باید خواب شب خوب باشه، بخواد چاق بشه باید خواب شبش خوب باشه. یه تعادل بدن از اینجاست، اعصاب مرکزیه. شما نمیتونین ازش به زور کار بکشین. خب این خواب. حالا شما بخواید یه زندگی خوبی داشته باشین، مثلا یه کاری داشته باشین، یه
فردا امتحان دارین. فردا شما یه امتحان خیلی مهمی دارین. اگه مشکل تنگی نفس داشته باشین میتونین امتحان خوب بدین؟ نمیتونین. هوا مهمه. حالا اگه فردا امتحان مهم داشته باشین، شب نخوابیده باشین، میتونین امتحان بدین؟ حالا این سوالات باز جلوتر میره بیشتر میشه. پس اینم مهمه، اینم مهمه. واسه میگم 6 اصل زندگی سالم. الان سومی رو تعریف میکنم. 3 تا اصل میمونه چون میخوام مفصل بگم، مفصل‌تر بگم و اینا رو دوباره یه مرور بکنم، میذارم یه جلسه دیگه. اصل سوم، نمیدونین چیه؟ حرکت و سکون. حرکت یعنی ورزش، سکون یعنی استراحت. ورزش و استراحت. میگه خب این چه ربطی به زندگی سالم داره؟ خب من کار میکنم، من بیل میزنم، کارگری انجام میدم. میگه من روزانه دارم خونه گردگیری میکنم، کار نظافت انجام میدم، آشپزی میکنم. بس اینا هم کار دیگه، فعالیته. این فعالیت ها ورزش محسوب نمیشه. ورزش یعنی شادابی، ورزش یعنی تحرک یعنی گردش خون بالا، دفع رسوبات. وقتی فعالیت ورزشی به وجود میاد، حرارت بدن بالا میره. میگه خب من کنار بخاری میمونم؟ نه. گردش خون، دفع رسوبات از خون. وقتی ورزش میکنین حرکت بیشتر میشه، ضربان قلب بالا میره، گوارش عملکرد بهتری داره. چرا؟ چون از بابت این ورزش یک حرارتی به وجود میاد. تو اون حرارتی که غذا هضم و جذب میشه، تو اون حرارتی که مسیر انسدادها باز میشه، رسوبات ادرار مدفوع دفع میشه، تو اون حرارتی که تعریق به وجود میاد، بلغم از پوست خارج میشه، صفرا از ادرار خارج میشه، سودا از مدفوع خارج میشه. یعنی با یه حرکت رسوبات بدن، فضولات بدن از کل بدن اخراج میشن. این خاصیت ورزشه. شما تو گردگیری خونتون گردش خون شما بالا نیست. اگه باشه اینقدر شادابی و نشاطی که تو ورزش هست نداری. شما نمیتونید صبح تا غروب ورزش بکنید، ولی میاد نیم ساعت یک ساعت ورزش میکنین، به شادابی برسین، به سرحالی برسین. شما بعد از کار خونه خسته میشین، بعد از ورزش شما سرحال میشین. این خاصیت ورزشه. یه بنده خدایی میرفت ورزش، میومد بیرون سالن مینشست. گفتم چرا چته؟ میگه خسته شدم. میگم مگه چیکار کردی؟ میگه ورزش بودم. میگم این چه ورزشیه که الان بیرون یکی اومد یقت جمع کرد بگه من خستم، برو یه روز دیگه بیا دعوا بیافتیم؟ این چه ورزشی که خسته ای؟ ورزش میکنی که سرحال بشی، ورزش میکنی که شاداب بشی. ورزش تغییر بده یا ورزش اصولی ترش کن. این خاصیت ورزش اینه که رسوبات دفع بشن، مسامات یعنی عروق ها، هر چیزی که اخراج میشه، رسوبات از تو بدن اخراج میشه، اون مسامات رو باز میکنه، گرفتگی های بدن رو باز میکنه. این خاصیت ورزشه. وقتی ورزش انجام میدین نمیتونه مثلا کسی ورزشکار باشه و تودم داشته باشه، کیستی داشته باشه. وقتی ورزش میکنه چون فضولات دفع میشه، چیزی تو بدن انباشته نمیشه، نمیمونه. این خاصیت ورزشه. وقتی ورزش زیاد میشه حرارت بالا میره. وقتی حرارت بالا بره چی میشه؟ لاغری به وجود میاد، تناسب اندام به وجود میاد. ورزش بیش از حد، لاغری هم بیش از حده. اونایی که 2 ماراتون دارن چقدر لاغرن؟ اونا ذلیل نیستن ها. 54 کیلومتر 2 ماراتونه. اینا بایستی روزی 50 کیلومتر تمرین بکنن، 100 کیلومتر تمرین بکنن که روز مسابقه بتونن 54 کیلومترشون رو برن. یه وقتی روزانه بیشتر از 100 کیلومتر میدوئن. بایستی این کارو بکنن. به خاطر تحرک بیش از حد لاغر و ضعیف شدن. و الا ضعیف نیستن. یعنی هر چیزی که ما تعادل رو برقرار نکنه از لحاظ سنتی مضر نیست. چرا؟ مضر هست. میگن برای کسانی که میخوان لاغرشن تحرکشون رو یه مدت ببرن بالاتر. وقتی تحرک بره بالا خود به خود حرارت بیشتر به وجود میاد و خشکی، رطوبت کمتر میشه. این خاصیت ورزشه. هر چقدر بیشتر استراحت بکنیم بیشتر چاق میشه، انباشتگی فضولات بیشتر میشه. اگه ورزش و استراحت یا حالت سکون، حالت تعادل داشته باشه، اتفاق بدی نمیافته.
مشکلی هم به وجود نمیاد. این خاصیت ورزشه. کسانی که ورزش میکنن به خاطر گردش خون و دفع رسوبات حالشون بهتره. حالا چرا میگن فلانی تو ورزش ایست قلبی به وجود اومد، یا فلان فوتبالیست باعث شد تو ورزش این حالت؟ اون یه جای کار دیگه میلنگید، غذاش بد بوده، یه جایی یه مشکل دیگه ای داشته که اتفاق براش افتاده. و الا این خاصیت ورزشه که رسوبات رو دفع کنه، فضولات رو دفع کنه، حال انسان بهتر بشه. یعنی این اولویتش از غذا بالاتره. معمولا کسی که بدنسازی میرن پودرهای خاصی که استفاده با اکثرا هم همونا هستن که بله میگم یه چیزای دیگه باعث میشه و الا خود ورزش این کارو نمیکنه. این حرکت، حالا ما میگیم یه شامی خوردیم، یه نون خامه‌ای خوردیم، یه سالاد فلان زدیم، یه غذای پرچرب خوردیم، حالا بریم یه دوری بزنیم چربی و آب کنیم. اینطوری نیست. شما به میزان حرکتی که داری باید غذاتو مشخص بکنی، نه به میزان غذایی که داری حرکت مشخص کنی. نه مثلا ما میتونیم خامه خوردیم، مثلا فردا صبحش امروز بروش بریم یه حرکتی که مثلا خوبه، ولی بر اساس حرکت خودتون غذاتون تعیین بشه. یعنی من میدونم امروز این حرکت رو انجام دادم، خب میرم این غذا رو میخورم، نه اینکه این غذا رو خورم برم بسوزونم. به اندازه یه تحرک خودتون غذا برای خودتون مشخص بکنین، نه به اندازه غذای خودتون تحرک. اومد و غذا رو تهیه کردین، فرصت ورزش نشد، این برای شما انباشتگی میمونه. خیلی اینطوری هم میگن خب شام خوردیم سنگین یه دوری بزنیم، این که نمیشه. یعنی الان مثلا یه چیزی سنگین خوردن اگه طبق اون میره بالا انجام بدن اتفاقی میفته، ولی عکسش بهتره. طرف شب موقع خوابه دیگه میگه خب شب دیگه من چرا مثلا این نون مثلا فلان غذا رو بخورم، دیگه تحرک که ندارم، پس بر اساس فعالیتم که دیگه تحرک ندارم یه میوه میخورم، نمیام بشینم مثلا 2 تا پیش دستی سالاد الویه بخورم، چون شب میخوام بخوابم، دیگه تحرک ندارم. پس به اندازه تحرک خودم غذام تعیین میشه، نه به اندازه غذایی که خورم. حالا غذا رو خورده دیگه خب بعد از غذا میرم میدوام، یا بعد از غذا میرم یه دوری میزنم که این غذا رو هضمش کنم. خب چی میشه؟ این غذا میخوره قطعا سنگین میشه دیگه، تکونم نمیخوره، این غذا تو بدنم بشته میشه، فرداش هم نمیره. آره این حرکت و سکونه خیلی مهمه، یعنی جزئی از 6 اصل زندگی سالمه. یعنی اگه رعایت نشه خودش شروع مرضه. نکته خیلی مهمیه ولی خیلی ساده است. اکثرا رعایت نمیکنن و دنبالش هم نمیرن، پیگیر ورزش هم نیستن و همین باعث میشه که یه سری امراض براشون به وجود میاد. خب این چیزی بود که ساده و مختصر براتون تعریف کردیم. مختصر هست ولی سعی کردم کامل باشه. این 3 ضروریه، 3 جلد کتابه، 3 جلد، نصفشو تعریف کردم. جز این چیزی دیگه توش پیدا نمی‌کنیم، بقیه فلسفیه. هر آن چیزی که به درد شما میخورد و به درد منم میخورد همیناست، چیزی دیگه هم نیست. و حالا بقیه همه تعریف‌های اضافیه، فقط بازی